سلام بچه ها، خوش اومدیم به این ویدیو جذاب از مبارزه 10 تا آیرن گولم و یه دونه راک گولم که ما اینجا 10 تا آیرن گولم رو کاشتیم. حالا باید یه دونه راک گولم رو بذاریم وسطشون دقیقا تا ببینیم چه اتفاقی میفته و برنده این مبارزه کیه. خب یکیشون که اون بره 9-1 خوب شروع کردن آیرن گولم ها. بریم نزدیک تا جون راک گولم رو نشون بده. خیلی از جونش نرفته ولی بازم خوب بودن چون جونش خیلی کم میره. یکی دیگه هم اضافه میشه. حالا 10-1 نامردای عوضی. حالا یه حرکتی هم میزنه، بازم همین حرکت دارن هدایتش میکنن سمت لاوا، مفبر کردن تو خونشون آیرن گولم. حالا ما هم یکم کرم بریزیم. میرن تو لاوا. چرا آخه دارن میزننش؟ داره میکشه همشونو، بیشترشونو کش، نصفشونو کشته. الان یکی یکی مردن. یکیشونو که لاوا کشت 1-1 همشونو کش، مونده 1-1. حالا گیر افتاده توی لاوا، اگه بتونه بیاد بیرون میتونه که پیروز بشه. بله این یکی هم میزنه، ضربه آخرم میزنه بهش و تموم. خب دیگه بریم ما بکشیمش. و این ویدیو جذابی بود. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار بچه ها.